بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، این بعد از تمام کردن حدیث هایی که در صحیح بخاری عقاید ایمان بودند، درس اولینی ما از کتاب عقیده طحاوی هست و خیلی که پیشتر گفته بودیم خیلی میخواستیم بعضی از موضوعهای دیگری زنانه گیریم. بعضی خواهرها گفتن بیاید عقیده رو یک بار خونیم، برای همین بهترش بیاید همین کتاب رو هم تمام کنیم. این کتاب خواهرها تقریبا 550 صفحه هست با شرحش، ولی میبینید که انشالله اگر یعنی کمی مختصر رفتیم زودتر تمام میکنیم. اما پیش از این که کتاب رو شروع کنم و درباره مؤلف کتاب یعنی نویسنده کتاب کمی معلومات دهم برای شما و درباره شارح یعنی کسی که این کتاب رو شرح داده است ابن ابوالعز، درباره ایشون کمی شرح دهم. کمی میخواستم درباره عقیده و مصیبتی که امروز در تاجیکستان هست از دست یک چند به گفت خودشان عقیده دانها صحبت کنم و باید بدونید که ما چرا عقیده میخونیم. پیش از همه میدونید که مهمترین چیز در شریعت این چی هست؟ ایمان است. ایمان است، شناخت الله هست، ترس از الله هست. یؤمنون بالغیب گفته این صفت مؤمنان را الله در سوره بقره میگوید و پیامبران هم همگی می آمدند و اولا مردم را به ایمان دعوت میکردن یا گفتیم به توحید، به یکتاپرستی دعوت میکردن. و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم اولین کتابشان فقه اکبر است که فقه اکبر و فقه اصغر گفته جدا کردگی هستند. فقه اکبر یعنی مسئله هایی که به عقیده رابطه دارد، فقه اصغر دیگر مسئله هایی که به عمل، به نماز و چخل نماز خواندن و روزه و اینها رابطه دارد. اما یعنی مقصد اساسی از عقیده خواندن که مسائل اعتقادی، باوری و داخل قلبی هست اساساً یعنی عملی در فقه هست. ما اون چیزی که با قلب باور میکنیم و ایمان داریم و یقین داریم این به عقیده رابطه دارد و انسانی که عقیده خوب دارد حتما باید صاحب اخلاق خوب هم باشد. و مقصد از خواندن عقیده شناخت الله و نزدیک شدن به الله و صاحب توحید و تقوا شدن است. برای همین آنانی که عقیده صحیح و توحید اساسی داشتن مثل پیامبران و شاگردان پیامبر و وارثان پیامبر هرگز بد اخلاق نیستند و نبودند. مصیبت امروز این است که زیادی ها ما عقیده میخونیم، عقیده خواندیم گفتند و شما میتوانید در یوتیوب ببینید، شما میتوانید در بعض کانال های ایما و تلگرامشون در اومده بینید بجز شرمندگی، بجز رسواگی، بجز بد اخلاقی، بجز طعنه زدن حتی به زنی کس و دختری کس و استاد بعضی ها کار ندارن. برای همین همچون استاذه که اکثریتتون را الکی تقریبا 60 نفری که در همینجا هستید من شخصا نام به نام و کی بودنتون را میشناسم. خواهران عزیز، شاگردان من، نباید که بعد از عقیده خواندن شما از کلمه عقیده استفاده کنید و به سپار کردن و مجادله کردن شروع کنید و به زبان درازی. یعنی نباید که عقیده خواندن شما سبب کبرورزی شما شود. من عقیده را میدونم گفته یکم طعنه زدن به دعوتگران و طعنه زدن به این و آن باشد. مقصد شما رسانیدن حق باشد. شما اون چیزی که خواندید رسانید. شرط نیست یک نفر را سیاه کنید، شرط نیست یک نفر رو عقیده باطلش رو به همه شناس کنید. شما عقیده صحیح و حقیقی خود را نشان دهید، میبینید که دیگران میفهمند که حق در کجا هست و باطل در کجا است. وگرنه من عقیده خواندم گویان نام به نام این را گفته و آن را گفته و فلانی عقیده اش چی هست و عقیده تو چی هست، گویان ما کسی را به توحید و به یکتاپرستی دعوت کرده نمیتوانیم. یعنی عقیده باید در ظاهر و در عمل شما آشکار باشد، نه اینکه من عقیده خواندم گویان دیگر زبانتان خیلی دراز شود و از عقیده شما مردم بیزار شوند، یعنی از اخلاق شما. این یکم چیز بود. دویمش خواهران عزیز، در ما در تاجیکستان یک چی گویم من این رو به جهل رو بتدهم یا به بیسوادی یک تمامی عامی بچه بین فقه یعنی مذهب فقهی و عقیده فرق کرده نمیتواند. وقتی میگوی عقیده میگن عقیده ابو حنیفه یا عقیده شافعی. سبحان الله. بین سه عصر اول یعنی عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم، عصر صحابه، عصر تابعین و حتی میتوانیم بگویم تبع تابعین، علمای برجسته این عصرها
علل خصوص صاحبان 4 مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد در عقیده فرق وجود ندارد، بجز در مسئله کمشوی زیادشوی ایمان که آن را هم چگونه ابو حنیفه رحمت الله علیه شرح داده هستند در همین کتاب میخونیم. برای همین عقیده تو عقیده مذهب حنفی گفتن آدم حیران می شود که گویا که مذهب ابو حنیفه عقیده داشته است، گویا که مذهب شافعی عقیده داشته است. اینها عقیدهشون همش یخل بود، همشون علمای اهل سنت و جماعت هستند. یگانه در مسئله های فقهی، یعنی در مسئله های اعتقادی به قلب رابطه دار نه، در مسئله های فقهی که ما عمل میکنیم، مثل زکات دادن، مثل نماز خواندن، مثل بعض احکام های حج، بعض احکام های نکاح، بعض احکام های خرید و فروش، این مذهب ها با هم اختلاف دارند. چون احادیث بعض حدیث های هست که به یکدیگر ضد هست، ولی بعداً میفهمید که بعد از گفتگو یکی ضعیف است دیگر صحیح است، یا یکی را پیامبر گفتند و باز از قولشان گشتند. همین حدیث ها از اینکه زیاد است، این عالم ها در این مسئله ها اختلاف دارند. اما در عقیده اهل سنت و جماعت و 4 امام هیچ فرق ندارند. اور دیگر طایفه هایی هستند مثل شیعه ها، مثل طایفه های صوفی ها، مثل مثلا اشعری ها گروهشون، نه همشون، چون که اینها هم دیگر شاخه جدا شده میروند. اینها تماما به عقیده اینها رابطه ندارند. در بعض مسئله ها مانندی هم دارند، یعنی در همه چیز جدا نیستند. مثلا در یگانه بودن الله همگی اتفاقا، در محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر بودن همه اتفاقا، اما بعدا در بعض صفات ها، بعضیشون در مسئله تقدیر، بعضی دیگرشون در مسئله چی ایمان است و چی کفر است، در همین مسئله های اختلاف دارن. این کلن گروه های اسلامی. اما 4 مذهب رو کسی میگوید عقیده شافعی دیگر است و عقیده ابو حنیفه دیگر است، انسان خنده میکند که چگونه میتواند تا این اندازه آدم جاهل باشد که فرق نکند که عقیده مسئله دیگر، مذهب فقهی مسئله دیگر. همین دو چیز رو از هم فرق کنید. بعضی ها هستند که مذهبشون فقهی، مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه، اما در عقیده خلاف عقیده ابو حنیفه رحمت الله علیه هستند، مثل گروهی معترضه که بسیاری ها دیگر گمان میکنند عیناً عقیده ابو حنیفه رحمت الله علیه بود. بعضی ها هستند که تماما در مذهب شافعی هستند، اما از روی عقیده عموما یک عقیده صوفیگی دارند، یعنی توسل و یک باره خود از خود ببخشید اولیا شدن و چیزهای دیگر دارن که درباره‌شان میخوانیم. برای همین مسئله دیگری که برای شما میخوام برسونم، این رو فرق کنید که 4 مذهبی اهل سنت در عقیده فرق ندارند و هرگز مذهب فقهی رو به عقیده آمده ما پیوست نمیکنیم. یعنی یک نفر اگر مذهبش حنفی باشد، حتما او 100% در عقیده که ابو حنیفه رحمت الله علیه بودن معنیش رو نمیدهد. یا یک نفر مثلا مذهبش مذهب شافعی باشد، معنیش این نیست که او عموما عقیدهش دیگر است، چون که اینها 4 مذهب چی هستند؟ عقیدهشون یک است که در این کتاب خواهیم خوند. چیزی دیگر خواهران عزیز درباره صاحب کتاب، من همیشه به خواهران میگویم وقتی که کتاب خواندید که حتما بخونید، شما درباره صاحب کتاب، مؤلف کتاب حتما معلومات داشته باشید. نویسنده کتاب کی هست، چی خوانده است، چگونه بود. و عیناً امروز مثل کتاب ما صحبت ها داریم. یک نفر درباره دینتون گپ زد، حتما او را شناسید. دینتون را از کی میگیرید، آن را بدانید. نمی شود که شما هر کسی را که میشناسید و نمیشناسید سخنش به گوشم خیلی خوب آمد، به دل چسبید گویان دیگر او حق است یا باطل است قبول کنید. حتما باید بدانید که این انسان که هست و در کجا خوانده است. اکنون شروع میکنیم. یکم مقدمه من دراز شد بخشش، ولی که مسئله مهم بود. شروع میکنیم به کتاب عقیده طحاوی. اساساً خواهران عزیز صاحب این کتاب امام طحاوی می باشند. امام طحاوی درباره ترجمه حالشان خوانید، خیلی ترجمه حال زیبا و عجایب دارن، لیکن دور دراز من کوتاه به شما میفهمونم. هم نویسنده کتاب امام طحاوی، هم ابن ابی‌العز، هر دویشان حنفی هستند، یعنی از علمای مشهور مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه. اما این معنیش این نیست که اینها چه هستند تماما یک عقیده مذهب ابو حنیفگی دارند، چون که
عقیده مذهبی ابو حنیفه چه خیلی گفتم عیناً همون عقیده اهل سنت است، عقیده پیامبر و عقیده صحابه ها و تابعین است و دیگر مذهب ها که فرق نمی کند. برای اینکه امروز یک گروه برآمدگی هستند همین یک چیزها درباره ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن که نعوذ بالله گمان میکنن که گویا که ابو حنیفه رحمت الله علیه یک آدمی باشن که در عقیده خطاهای جدی کردن و مذهبشون هم یک مشکلی های جدی داره، در حالی که در همه مذهب ها 4 مذهبی که اهل سنت و جماعت داریم در همشون بعضی خطاگی هایی هست که از روی اجتهاد همچون یک عالم فکری خودش رو گفتن خطا شده است، نه اینکه چی کردن اونها تغییرات در دین دادن که ان شاء الله در این باره هم در علم اصول فقه خونیم که الله به عمرمون برکت دهد. نمرده همین علم ها رو همراه شما اگر میخوندم خیلی خیلی یکی از بهترین نعمت ها برای من میشد. اینجا خواهران عزیز امام طحاوی تولدشان 239 هجری هست. 239 هجری باشد یعنی چی هستند؟ خیلی به پیامبر صلی الله علیه و سلم و به عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک هستند. اکنون نگاه کنید، امام طحاوی خودشان تولدشان 239 در مصر تولد شدگی هستند و اساساً مادرشان از شاگردان امام شافعی بود. یعنی وقتی امام طحاوی با شاگردان خود امام شافعی نشستگی هستند و میگویند تا 20 سالگی در مذهب امام شافعی بودند و تقایشان مزنی یکی از نزدیکترین شاگردان امام شافعی هستند که تمامی گفتیم سرچشمه اساسی فقه شافعی را مزنی نوشتگی هستند. خودی امام طحاوی از اینکه مادرشان هم اهل علم بود، پدرشان هم تقایشان از بهترین شاگردهای امام شافعی بود، تا 20 سالگی موافق مذهبی یعنی از روی عمل کرد. وقتی مذهبی فقه میگیم عمل کردهای نماز و روزه و اینها رو به خاطر گیرید همیشه، چون عقیده چه خیلی گفتم یک است، اعتقاد اینها و تمام قاعده های اعتقادی بین مذهب های اهل سنت فرق نمی کند. و امام طحاوی تا 20 سالگی از روش امام شافعی می رفتن، بعد از 20 سالگی دیگر به کتاب های مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه رو می آورند و یکی از علمای مشهور مذهب حنفی می شوند و کتابشان هست شرح معانی آثار، این چنین درباره مختصری فقه حنفی هست و این چنین همین عقیده طحاوی مشهور است و این چنین سنن شافعی هم کتاب دارند. یعنی علمی هستند که هم اولا با شاگردای امام شافعی نشستند و درس گرفتند و در آنجا تربیت یافتند. بعداً در بعض روایت ها میگویند بسیار میدیدند که استادشان کتاب های ابو یوسف یعنی شاگرد ابو حنیفه رحمت الله علیه را میخواند، ایشان هم دیگر به آن کتاب ها دست میزنند و از عالمای برجسته چی میشوند مذهبی حنفی میشوند و سال 321 میمیرند در مصر. اکنون حساب کنید 321 اگر میرند هم تقریبا 150 همین خیلی بعد از مرگ امام ابو حنیفه هستند، یعنی خیلی نزدیک هستند به عصرهای مفضله، بهترین عصری که پیامبر صلی الله علیه و سلم 3 عصر را گفتگی هستند به آنجا نزدیک هستند. پس امام طحاوی چی هستند؟ از مصر هستند و تولدشان چه خیلی گفتم 239 هست و در اول در مذهب امام شافعی بودند، بعد از 20 سالگی طبق مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه عمل میکنند. عقیده هر دو عقیده یک است که در همین کتابشون هم میگن که این عقیده من است و عقیده 4 مذهب است و عقیده تمام اهل سنت و جماعت است میگویند. بعد از روش مذهب امام ابو حنیفه میروند. پس اینجا رو ببینید، این عالم رو یگان کس تا همین روز یگان گپ گفته است تمام اهل سنت و جماعت چی مذهب فقهی شافعی باشه چی مالکی چی حنفی همین کتاب عقیده طحاوی رو قبول دارد. کسی تا امروز نگفته است که این کتاب یگان مشکلی دارد. پس اینجا بعضن مثلا علمای هستند که روش عملی رو در مذهب ها یکی تغییر دادند و کسی آنها را در اینجا یگان به جرم نکشت و نابودش نکرد. آره بعدن این درباره امام طحاوی بود که دربارهشون وسیع‌تر خواهید اگر میتوانید در اینترنت پیدا کنید و خوانید. این کتاب رو کتاب طحاوی رو عقیده طحاوی رو خیلی زیاد علما شرح دادگی هستند. کتاب خودش فقط به کتاب نگاه کنید به متنش تقریبا 30 صحیفه هست، اما بعداً علما بعضیشون تو 500 600
200 کوتاه‌تر صحیفه شرح دادگی هستند. یکی از بهترین شرح‌ها شرح ابن ابوالعز حنفی هست. ابن ابوالعز حنفی عالم مشهوری مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هستند در عقیده اهل سنت و جماعت که از شام هستند. از سوریه امروزه. تولدشان 231 یعنی ببخشید 731. اکنون 731 و 239 رو ببینید بینشان تقریبا چند سال است. بعد از 500 سال اون عالم کتاب ایشان رو شرح دادگی هستند و در شرحشان مثلا کدام گبه که امام طحاوی گفته باشند دلیل هایش ایشان آوردگی هستند و وسیع‌تر کرده رفتگی هستند. شرح های کتاب اساسا همین خیلی میشه و یک عالم مختصر می نویسد، یک عالم دیگر آن رو وسیع‌تر کرده دلیل هایش رو گفته هایش رو آورده در دیگر طرف می نویسد. امام ابن ابوالعز خواهران عزیز همراه ابن کثیر و امام ذهبی و اینها در یک عصر بودند، یعنی با بهترین علمای عصر 8 هجری گویم یک جایه بودند. همراه ابن قیم گفتیم، بعضی از شاگردان ابن تیمیه و اینها، و درباره زندگیشان خودشان هم استاد بودند و هم پدرشان از قاضی های مشهور و چه خیلی گفتم از مشهورترین علمای عصر 8 هجری مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه می باشند. ولی هر دو هم نگاه کنید، هر دو این نویسنده هم مذهبشان حنفی است و عقیدهشان چی است؟ عیناً مثل عقیده تمام اهل سنت و جماعت هست که در مسئله های کوچکی اگر مثلا باشد انشالله اینجا بیان میکنن. و بعد از شناختن نویسنده کتاب و شارح کتاب خواهران عزیز شروع میکنیم به مقدمه. پیش از اینکه به مقدمه شرح کننده رو خونیم، اینجا در مقدمه وسیع صحبت کردگی هستن، یعنی مقدمه به فکر من گفتنش اینقدر چی است دراز است. فقط یک چیز رو میگویم که ابن ابوالعز میگویند هر چیزی که در همین کتاب آوردم سخن پیامبر است، سخن صحابه ها هست و شاگردان صحابه تابعین هست و از مذهبی، یعنی از علمای اهل سنت و جماعت و عقیدهش هیچ چیز بیرون نیست. هر چیزی که بیرون باشد شما می توانید به نزد من آید و مرا قانع کنید که تو کارت خطا هست و من این رو حل میکنم. یعنی یگان در این کتاب من یگان سخن اهل بدعت رو نآوردم. این رو میگویند. بعد از این شروع میکنند یکمین جمله امام طحاوی رو شرح دادن رو. امام طحاوی میگویند نقول فی توحید الله معتقدین بتوفیق الله ان الله واحد لا شریک له. یعنی اینجا چی میگویند؟ من شروع میکنم با بیان کردن توحید الله، با آن اعتقاد دارم که این کاری که من کرده ایستادم با توفیق الله هست. اگر بودن من و شما هم در این درس ها خواهران عزیز توفیق الله هست که باید به الله سپاسگزار باشیم، وگرنه چقدر مردم مشغول موسیقی و مشغول نوشیدن و پوشیدن و خوردن و چیزهای دیگر هستند که الله این جماعت را توفیق داده است که ما اینجا مشغول شناخت پروردگار و شناخت دینمون هستیم. ان الله واحد لا شریک له، یعنی یکمین سخنشان را در کتابشان چی میگویند؟ الله یگانه است و هیچ شریک ندارد. و اینجا خواهران عزیز در دوامش در شرح می آید که اولین چیزی که تمام پیامبران بشر را، مردم را دعوت میکردن این توحید بود. توحید چی هست؟ توحید معنایش این است که یگانه دانستن الله در آن چیزی که لایق الله هست، یعنی در تمام نام‌های و صفات‌هایش، در تمام افعال‌هایش، یعنی کارهایی که الله میکند، در عبادتی که برای الله شایسته است، یعنی آن چیزی که الله شایسته است در آن یگانه دانستن الله را توحید میگوییم. برای همین در ما آیات‌های زیادی هست خواهران عزیز در قرآن کریم که الله چه میگوید؟ لقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. نوح هم اومدند و چی گفته بودند؟ ای مردم شما یگانه الله را بپرستید که بجز الله دیگر هیچ خداوند وجود ندارد. ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما برای تمام امتان، یا برای هر یک امت، برای هر یک قوم پیامبری را فرستادیم که شما یگانه الله را پرستش کنید و از طاغوت و از آن چیزی که بجز الله پرستش کرده می شود از آن اجتناب کنید، دور باشید. یعنی
اینجا چی هست؟ اصل آمدن تمام پیامبران چی هست؟ یکم دعوت به توحید است، یکم دعوت به یگانه پرستی و یگانه دانستن الله یگانه هست. برای همین ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه فقط به توحید دعوت کردند، به ایمان و عقیده دعوت کردن. بعد از به مدینه آمدن دیگر زکات و نماز و حج و ستر و اینها فرض شد. بعد از اینکه به مردم چی شد؟ توحید در قلب مردم جا شد و الکی ثمره هایش میوه هایش رو نشان میداد. برای همین در ما چی هست؟ مسلمان با یکمین کلمه اش لا اله الا الله محمد رسول الله هست که به دین داخل می شود و این چونین با لا اله الا الله محمد رسول الله از دنیا می رود و انشاءالله داخل جنت می شود. اولین کلمه ما برای در آمدن و اسلام و اولین سخن ما برای رفتن به دارالآخرت این چی است؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. یعنی اینجا با توحید شروع کردند و خودی شرح دهنده کتاب هم ابن ابی‌العز میگویند توحید اولین چیزی بود که تمام پیامبران مردم را دعوت میکردند. اکنون خواهران عزیز، مسلمان هایی که امروزه ما هستند توحیدشون هست، ولی که مشکلی این است که از سبب کم بودن درس های عقیده، از سبب کم بودن معلومات های وسیع درباره مسئله های شرک زیاده. در کدام دولت نبینید زیاد مردم مسلمان بچه بعضی ها دانسته و علنی، بعضی ها ندانسته و از روی جهل به شرک دست میزنن که دیدید که مصیبت در اینجا هست. یعنی همچون دعوتگر من میدونم اینجا زیادی خواهرها استاذه هستن، معلمه هستن، یک نفر رو دیدید که مشکلی در توحید دارد، همه چیز رو ماند و یکم همراهش درباره توحید و این مسئله که می رود شرک صحبت کنید. یک کسی رو دیدید که الحمدلله در این مسئله مشکلی ندارد، در مسئله نماز کمبودی دارد، در مسئله مثلا غیبت و دروغگویی کمبودی دارد، در آن مسئله به شاگردان نصیحت کنید و از این مسئله برای اصلاح شروع کنید. اما نمی شود که مثلا می دانید که یک نفر 100% در مسئله عقیده و اعتقاد مشکل ندارد، نشسته باز بر وی توحید گفتن چی است؟ این عموما از روی حکمت نیست. یعنی ما باید ببینید که آن نفر به چی محتاج است، از چی چیز کمی میکشد. و اینجا می آورند درباره 3 تقسیم کردن توحید، یعنی توحید تقسیم می شود و توحید اسما و صفات و توحید الوهیت و ربوبیت که درباره همش جدا صحبت میکنن. یکم درباره توحید ربوبیت اینجا یکی وسیع کردگی هستن. مسئله توحید ربوبیت این است که پروردگار خالق کل شی، پروردگار همه چیز رو آفریده است. یعنی سازنده زمین و آسمان پروردگار است، سازنده بشریت، هر چیزی که هست سازندهش الله هست. در این مسئله در دنیا مردم تقریبا اختلاف ندارند، برای اون که به همین مسیحی هایی که میگویند ما 3 خدا داریم، یکی مریم، یکی عیسی، یکی نعوذ بالله پدر میگویند الله را. اگر به اینها هم پرسیدید که زمین و آسمان را کی ساخت، آیا مریم همراه الله بود، آنها میگویند نه، خود الله بود، یعنی خودی پروردگار رو میگویند. و خود فرعون هم در این مسئله اقرار داشت که در اینجا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. یعنی حضرت موسی به فرعون گفته بودند که فرعون تو خودت میدانی که این آیت ها رو، یعنی معجزه ها رو پروردگار زمین و آسمان آفرید. خود فرعون هم هرگز گفتگی نبود که من زمین و آسمان را، ستاره و ماهتاب را، اینها را برای شما آفریدم. یعنی تقریبا تمام مردم در این مسئله اتفاق هستند که زمین و آسمان را که آفرید الله یگانه آفرید. اما اینجا مشکلی در این است که یک گروه هستند، این رو چی میگویم اکنون؟ گروهی هستند که بنده های طبیعت هستند یا گویم خدایشون طبیعت است. امروز یک چیزهای میگویند بعضی ماده به ماده یک شد و دیگر زمین پیدا شد و آسمان آفریده شد. این گونه بی عقلی تا امروز هیچی نبود. با یک نفری همین ها که روسبان بود، من خودم شخصا صحبت کرده هستم، خدا نیست میگفت. پس گفتم زمین و آسمان رو که آفریده است، میگوید از کدام ماده پیدا شد. پس اون ماده رو که پیدا کرد در آنجا خنده کرده مون، از کدام ماده پیدا شد میگویی؟
خر اون ماده رو که پیدا کرد در اینجا چیزی گفته نمیتواند. یعنی همین گونه بعضی ها هستن، اما در اصل برای همتون معلوم است قصه امام ابو حنیفه. آره، وقتی آدمایی که اومدن میگوین هیچ خدای وجود ندارد، وقتی برایشون کشتی رو مثال میارن که خود از خود ساخته شده و این طرف اون طرف بار میکشون، میگن این گونه چیز پیدا شویش ممکن نیست، که امام ابو حنیفه میگن پس زمین چگونه میتواند بدون صانع یا سازنده پیدا شود. اما خواهران عزیز، مشکلی اینجا هست که اینها همه میدونند. آره، مسیحی ها میدونند که زمین و آسمان را الله یگانه ساخته است. چرا مریم میپرستند؟ چرا عیسی را میپرستند؟ مشکلی در چه است؟ مشکلی از حد احترام کردن عیسی، از حد دوست داشتن مریم است. یعنی از حد و حد احترامی آنها برای عیسی و برای مریم سبب شد که آنها چیکار کردن؟ آنها دیگر گفتن این خدا هست یا پسر خدا هست یا مثل کی هست؟ مثل خدا هست. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم در آخران عمرشان، علل خصوص در آخران عمرشان، گشته و برگشته چه میگفتن؟ پروردگار لعنت کند یهود و نصرانی را، یا علل خصوص نصرانی های را که اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، قبرهای پیامبران خود را برای خود مسجد قرار دادن. و اینجا درباره اولین پیدا شدن شرک پیشتر هم گفته بودیم در سوره نوح الله چه میگوید؟ و قالوا لا تذرن الهتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث و یعوق و نصر. اولین شرک در قبیله نوح پیدا شده بود، برای همین نوح برای آنها آمدگی بودند. اینها از کجا؟ در صحیح بخاری آمدگی هست که درباره‌اش ابن عباس میگویند وقتی که آدم‌های صالحشون که نامش ود بود، سوع بود، یغوث بود، یعوق بود، نصر بود، اینها یک آدم‌های صالحی به همه خیرشون میرسیدگی، انسان‌های خیلی خیلی فایده‌ناک بودند. بعدی که اینها مردند دیگر آنها را چیکار کرد؟ شیطان وسوسه کرد که صورت آنها را در بینتان یا هیکل آنها را در بینتان بگیرید. یعنی وقتی که در جماعت ها می نشینید جای خالی آنها تعیین نشود و هیکل آنها در بین شما باشد. و آنها گویا که از حد دوست داشتن اینها را و دوری اینها را طاقت نمی کردن، هیکل آنها را یا عکس آنها را با کشیدن آورده مانده بودن. بعد از اینکه این قوم مردن فرزندانشون گفت اینها خدایانی بودن که پدر و مادران ما گران میگشتن. انا برای همین خواهران عزیز، از حد یک نفر را دوست داشتن انسان را به چی میبرد؟ به شرک میبرد و پیدایش شرک همین گونه سر شد. اینها همشون میدونستن که نه این یعوق و نصر و این آدم ها چرا آفریدگی نیست، زمین و آسمان را آفریدگی نیست، اما چی میگفتن؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اینها ما را شفاعت میکنند، اینها سخن ما را میشنوند و به الله برده میرسونند، اینها اینقدر آدم های صالح هستند که ما را هم به جنت برده میتوانند، چگونه که نصرانی ها میگویند. برای همین در این باره باید دقت دهیم. عالم باشد هم، پیامبر باشد هم، حتی پیامبر باشد هم، نباید به منزلت خدایی براریم، نباید امید بریم که فلانی مرا به جنت میبرد، نباید امید بریم که انشالله درباره آدم های زنده هم صحبت میکنیم در مسئله توکل. بعضی ها بیخبر هستند اما شرک آنها آلوده، قلبشون به شرک آلوده است، در این که رزق خود را از یک آدمی زنده میدانند، خوشبختی خود را از یک آدمی زنده میدانند، حیات خود را از یک آدمی زنده میدانند. این یک طرف. اما مسئله قبر پرستی پس از کجا پیدا شد؟ مسئله انسان ها را خدا گفتن از کجا پیدا شد؟ مسئله سجده کردن به قبر بعضی ها از کجا پیدا شد؟ وقتی که گفتید همه میدونن که زمین و آسمان را الله ساخته است، چی گفتیم؟ یک کمین از حد زیاد احترام، از حد زیاد دوست داشتن یک نفر که دیگر حتی چی گفتن؟ اینها اینقدر صالح هستند که مثل اینکه فلانی مرا شفاعت میکند گویان، بعضی ها یقین دارند که نعوذ بالله این لک شرک است پیدا شد. برای همین در ما اینجا در صحیح مسلم است علی ابن ابی طالب میگویند پیامبر به من گفته بودند که به کجای میروی قبرهایی که بالایش بالا هست یا اینکه در آنجا تمثال یعنی هیکل است نابودش کن. برای چی؟ برای اون که اون تمثال، اون هیکل ها رو مردم پرستش میکردن، قبرهایی بالایش بالا رو هم نزدش رفته دیگر
از او طلب دعا میکردند و به شرک مشغول بودند. برای همین در ما در اسلام قبر رو اینقدر مشهور کرده، بالاهایش رو مناره کردن هم ممکن نیست، هیکل و هیکل تراشی ممکن نیست، در خانه ها صورت آویزان کردن ممکن نیست، علل خصوص صورت مرده ها که دیگر میدونید زیاد نیستند، ببخشید کم نیستند. نفرانی که با عکس های مرده صحبت کرده بعضی ها خود بخبر هستند و به شرک هم قدم می نهند. این بود خواهران عزیز اولین درس ما در عقیده طحاوی. الله نصیب کرده باشد در مسئله های توحید و الوهیت و اسماء و صفات و خیلی مسئله های مهمی دیگر که در این کتاب هست همراهتان در دیگر درس ها صحبت میکنیم. حاضر سوالی داشته باشید بفرمایید.